12-13 سالم بود. تهران میرفتم پا منبر بزرگان. یه بزرگ تهران میفرمود، من اون موقع نمیفهمیدم، میگفت بوسیدن کف پای پدر و مادر ثوابش مثل بوسیدن تربت حرم ابا عبدالله است. هرچی خدا تو خاک حرم امام حسین داده به کف پای پدر و مادر هم داده، اما کو بچه‌ای که کمر خم کنه و این پا رو ببوسه، این دست رو ببوسه. آیت الله عظما مرعشی نجفی که واقعا یک امام حسینی به تمام معنا، یک مرجع تقلید و یک امام حسینی به تمام معناست، رئیس دفترش میگه یه روز با آقا گفتم آقا اجازه بدید من زودتر برم. آقا فرمود برای چی؟ گفتم آقا بابام اومده میخوام برم دیدن بابام. فرمود به به زود برو، اما قبل از اینکه بری داستان من مرعشی نجفی رو بشنو. مدرسی، من 11 سالم بود تو نجف. یه روز مادرم به من گفت شهاب الدین. گفتم بله مادر. گفت برو بالا، بابا تو از کتاب داره میخونه، صدا کن بیاد برای نهار. رفتم بالا، دیدم بابام به کتاب خوابش بود. مادرم گفته بابا تو صدا کن، امر کرده. اگه امر مادرم رو اطاعت کنم، بابام از خواب بیدار کنم، ببین بچه 11 ساله چقدر میفهمه، اگه امر مادرم رو اطاعت کنم، بابام از خواب بیدار کنم، بابام بگه چرا من از خواب شیرین بیدار کردی، چه خاکی به سر کنم. هیچی به ذهنم نرسید جز اینکه زانو زدم، لبهام روشن رو کف پای بابام چند تا بوسه میگرفتم. بابام از خواب بیدار شد. تا این صحنه رو بابام دید، دستشو به آسمون بلند کرد. مدرسی، هر چی اون روز دعا کرد امروز به اجابت رسید و هر چی امروز مرعشی داره مورد دعای اون روزه. اگه حواسمون باشه مثل امامزاده دورشون میچرخیم، حاجت میگیریم. این مطلب اول. شاید تو مطلب دوم بحث رو جمع کنم، 10 مطلب بمونه. مطلب دوم، آقا حق مادر بالاتره یا حق پدر؟ حق مادر. دوباره پرسید پیغمبر حق مادر بیشتر یا حق پدر؟ فرمود مادر. آقا حق بابا کار میکنه، مادر تو خونه راحته، فرمود حق مادر. بار چهارم فرمود حق پدر. خب حق مادر از حق بابا بالاتره، اما عزیزان من، خواهران و برادران، از باباهاتون بیشتر هم مادراتون بترسید. حق مادر بالاتره، اما از باباهاتون بیشتر بترسید، چون آه بابا زودتر از آه مادر میگیره. تو جبهه میگفتن تیر جسر رو که رها میکنی 3500 متر میره، اگر به مانعی نخوره یخ میکنه میفته زمین. نفرین تو سینه مادر اینجوره، چون مادر سینش بیکران از محبته، هرچی نفرین میکنه عموما یخ میکنه. درست اگر مادر آه است ضمیر دلش بکشه، زندگی تو به آتیش میکشه، اما تا مادر از ته دل نفرین کنه خیلی کار میبره. اما بابا اینجوری نیست، بابا یه آه میکشه بچه زمین میخوره. تو همین همدان بودیم، میگفتن یه جوانی بود توی شهر عیاش بود، به قول امروزی ها لات بود. این جمعه ها پنجشنبه غروبا رفیقا رو جمع میکرد میبرد باغ، تا جمعه غروب گوسفندی میکشتن به زن و به کوه و به عیاشی. یه پنجشنبه باباش گفت پسرم، بله بابا. گفت منم میبری؟ پسرم بابا تو میری دلم تنگ میشه تا جمعه غروب. گاهی یادم میره بابا کیه، مادر کیه. با 2 مسقال پول، 2 مسقال اعتبار، 2 مسقال آبرو، 2 مسقال شهرت، یادمون میره خدا هر چی میده به دعای پیرزن و پیرمرده. چاپلوسی میخوای بکنی اول برای اینا، معرفت اول برای اینا، ادب اول برای اینا، زبون برای اینا، هر چی اول برای ننه بابات. یادمون میره. گفت بابا منم میبری؟ پسر یه نگاه کردید، باباش دهاتیه، خودش شهریه. گفت بابا بیا، ولی نگی اونجا بابا منی ها، برو کارتو بکن، تو باغ بیل بزن. گفت باشه، فقط تو رو از دور ببینم، دلم تنگ میشه، قد و بالا تو ببینم. گاهی ما یادمون میره پدر و مادر حتما باید باباشیم، چون هر چی بچه بودی به همون گفتیم نه اینجوری نیست. تا بابا نشیم نمیفهمیم بچه یعنی چی. این داستان رو یه پرانتز وا کنم ادامه میدم. میگن یه حاکمی یه پدر و پسر آورد تازیانه بزنه. حاکم نشست رو تخت، گفت جلاد اول بابا رو بزن، چون پیرمرده کم طاقته، اول بابا رو تازیانه بزن.
بابا رو خوابوندن، 90 تا تازیانه به گرده پدر زدن، پدر آخ نگفت، پدر رو بردن کنار، پسر رو خوابوندن. میگه تا اولین تازیانه رو به کمری پسر زدن، پدر شروع کرد داد هوار کردن، ای وای ای وای ای داد. گفت حاکم تعجب کرد، گفت جلاد صبر کن، پیرمرد 100 تا تازیانه خوردی یه آخ نگفتی، یه دونه تازیانه به بچت زدیم چه داد و غالی رو انداختی. گفت حاکم 100 تا به جسمم زدی دردم نیومد، یکی به جگرم زدی آتیش گرفت. بچه ها اگه امروز اسلام بهتون میگه حرمت پدر و مادر نگه دارید، فردا همین اسلام به بچه هاتون میگه که حرمت شما رو نگه دارن. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. صبر کن. پدر اومد باغ بیل میزد، پسر با رفیقا عیاشی میکردن. پدر هر چند لحظه یه نگاه به قد و قامت پسره میکرد و کیف میکرد. یکی از این مهمونا تیز بود، دیدی پیرمرده که تو باغ داره باغداری میکنه، به این صاحب باغ خیلی با ناز نگاه میکنه. گفت حاجی. گفت چیه؟ گفت این پیرمرده کیه؟ گفت برای چی؟ گفت خیلی با محبت بهت نگاه میکنه. پسر به جای که سینه رو سپر کنه بگه بابامه، بنمه، ریشمه، سینه رو سپر کرد، گفت حمال باغمونه، نوکره، پول میگیره کار میکنه. گوش پدر شنید، دلش شکست. میگفت یه هفته نکشید جنازه بچه رو سیل اومد، از او ور همدان از آب و گل گرفتن. این از بابا. از مادرم بگم بحث رو جمع بکنم تا همین دومی. شهید دستغیب آیت الله دستغیب رحمت الله علیه میفرما تو محله ما یه آقای نیمه شب خواب دید تو بهشته، تو یه قطعه از بهشت یک کاخ سر به فلک کشیده است، همه متحیر این کاخن. برای کیه این کاخ؟ میگه سوال کردم ملائک این کاخ برای کیه؟ گفتن مال میرزا حبیب نجار. گفتم همین نجار تو کوچمون؟ گفتن آره. تو دلم گفتم این نجاره که چیزی بلد نیست، که یه نماز میخونه، یه روزه میگیره، نه عالم، نه زاهد، نه مرجع تقلیده. چرا این کاخ با عظمت رو بهش دادن؟ یه دفعه صاعقه زد، کاخ خاکستر فرو ریخت. اخواب پریدم، صبح رفتم در خونه میرزا حبیب، اومد دم در. بله آمیرزا دیشب کولاک کرده بود، چه خبر بود؟ چه کاخی؟ چه خوابی من دیدم؟ میگه تا میرزا حبیب اومد ذوق کنه، گفتم ذوق نکن، اما نمیدونم چرا صاعقه زد، کاخ خاکستر شد. تا اینو گفتم دو دستی زد تو سرش، گفت من بیچاره 30 سال به مادرم محبت کرده بودم، دیشب عصبانیم کرد. به خودم گفتم 2 سال شیر داده، 13 سال بزرگ کرده شدی 15 سال، من 2 برابر بهش محبت کردم، دیگه حقی نداره. دیشب عصبانیم کرد، خوابوندم تو صورتش. خدا هم کبریتو کشید، به هر چی جمع کردید